سلام. امروز میخوایم بهتون یاد بدیم که چجوری با یه راهکار ساده خونگی میتونید دندوناتون رو سفید کنید و دیگه هم احتیاجی نباشه که از روش‌های بلیچینگ استفاده کنید. موادی که برای این کار لازم دارین خیلی مواد عجیب غریبی نیست. یک کاسه، یک قاشق، یک عدد لیمو ترش تازه و مقداری جوش شیرینه. ابتدا با یک قاشق چایخوری یک قاشق جوش شیرین رو داخل کاسه میریزیم. با پشت قاشق یا نوک قاشق جوش شیرین رو یکم پخشش کنید تا حالت گلوله نداشته باشه. یک عدد لیموی تازه رو از وسط به 2 قسمت تقسیم کنید. آب نیمی از اون رو داخل کاسه بریزید. کم کم میتونین آبو بریزین و همینطور که آب لیمو ترش رو میریزین مخلوطتون رو هم بزنین. همونطور که تو تصویر میبینین وقتی لیمو ترش با جوش شیرین مخلوط میشه حالت کف پیدا میکنه. آب لیمو رو کامل داخل کاسه بریزین و با یک قاشق چایخوری شروع کنین به هم زدن مخلوط. اینقدر هم بزنین تا این کفی که روش هست از بین بره. شاید مجبور شینید 2-3 دقیقه مخلوط رو هم بزنید. در نهایت چیزی که داخل کاسه میمونه و برای استفاده مفیده این چیزیه که توی تصویر میبینید. این حالت یعنی که مخلوطتون آماده است. وقتی مخلوط آماده شد با نوک یکی از انگشتانتون مثل انگشت سبابه یا انگشت حلقتون کمی از مخلوط رو روی دندون هاتون بمالین. میتونین برای این کار از یه تیکه پنبه یا دستمال کاغذی هم استفاده کنین. هفته 2 تا 3 بار این کار رو انجام بدین. اگه حوصله‌اش رو دارین که هر روز صبح این کار رو انجام بدین. بعد از 1 هفته میبینین که چقدر راحت بدون هیچ هزینه‌ای و سر زدن به مطب دکترا دندوناتون سفید شده.